خیلی یا ملکشون رو همین نزولخورا ازشون گرفتن. طرف نه از سر خوشی به خاطر مریضی صعب العلاج بچهش مجبور میشه که پولی رو بهره بگیره، اونم زمانی که از گرفتن وام بانکی و قرض از این و اون ناامید میشه. با خودش میگه که حداقل میتونم جون بچه‌مو نجات بدم، ولی جای پول پر میشه. موکلی دارم که میرن 1 میلیارد از یک شخصی بهره میگیرن که ماهیانه 60 میلیون سود به ایشون برگردونن. تا 2 سال این اتفاق میفته، اما به خاطر مشکلات اقتصادی و هزینه‌های بالای دارو این قضیه متوقف میشه. اون نزولخورم رفته با وکالتی که از موکل من بابت اون خونش داشته، رفته ملک رو به نام دخترش انتقال داده و سند گرفته، یک ملک 30 میلیاردی رو. موکل با طرح دعاوی متعدد که توسط 5 تا از همکارا انجام شده بود و به نتیجه‌ای که می‌خواست نرسیده بود، به دفتر ما مراجعه کرد. خدا رو شکر به استناد مواد قانونی و نقشه راه درست ما تونستیم ملکش رو بهش برگردونیم. از همه مهمتر حال اون بچه رو به بهبوده و اون آقای نزولخورم به اون اندازه که حقش بود به پولش رسید. ملکایی رو که اینجوری از دست میدید رو ناامید نباشید، مطمئن باشید که برمیگرده.